مقامات روسیه شهروند تاجیکستان علیجان رحمان را اخراج کرده برای 100 سال آینده از حق ورود به روسیه محروم کردند. بر اساس هشداری که علیجان رحمانوف قبل از اخراجش از قلمرو روسیه در خط مرز فرودگاه شهر مینرال نیوادی در منطقه قفقاز شمالی امضا کرده است و اون را حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک کریمجان یاروف نشر کرد. این مهاجر تاجیک از صحنه اخراجش یعنی 3 اپریل سال 2023 تا 3 اپریل سال 2123 حق ندارد مرز روسیه را عبور کند. کریمجان یاروف می نویسد که این مهاجر تاجیک را تنها برای آنچنان جزا دادند که سند ثبت نام خودش به بخت بد او در بعض وزارت کارهای داخله بوده است. کریمجان یاروف می گوید این بار اول است که یک مهاجر تاجیک را برای 100 سال از روسیه دیپورتاسیون می کنند و اون هم برای یک قانون شکنی ماموری که از نگاه قانونگذاری جنایتی قانون شکنی چندان جدی به شمار نمی رود. این حامی حقوق مهاجران گفت در گذشته موردهای برای 30، 40 و حتی برای 99 سال اخراج شدن مهاجران تاجیک از روسیه را شاهد شده بود، ولی برای 100 سال راندن یک مهاجر را بار اول می شنود. علیجان رحمانوف در فرودگاه مینرال نیوادی همچنین فهموندند که اگر تا 3 اپریل سال 2123 به روسیه برگشتنی شود بر اساس قسم 2 ماده 322 کودکس جنایتی روسیه برای این عملش به جوابگری جنایتی کشیده می شود. قسم 2 ماده 322 برای عبور مرز دولتی روسیه از طرف شخصی که از حق عبور مرز این کشور محروم کرده شده است همچون جزا جریمه به اندازه از 300,000 روبل یا تا 4 سال کارهای اصلاحی و یا 4 سال زندان را پیش بینی می کند. سالهای پیش اخراج مهاجران حتی برای قانون شکنای خرد و ریزه چون ویران کردن قاعده های حرکت در راه یا نسپردن پول برق و تلفن خیلی زیاد شده. شماره تن و شهروندان تاجیکی که از حق سفر به روسیه محروم شده بودند از 300,000 نفر گذشته بود. سالهای آخر این تمایل رو به کاهش آورد، ولی باز هم هر سال 10,000 مهاجر را از روسیه بیرون میکنند. برای کشورهای چون تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌هایشان پول از روسیه فرستاده عزیزان مهاجران آنهاست، از حق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر به معنای از یک منبع اساسی درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است. سال گذشته از روسیه به تاجیکستان اساساً با شرافت مهاجران 2.5 میلیارد دلار پول فرستاده بودند.